سلام همه دوستای گلم، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال کریپتو بال. 100%. ببینید من خیلی وقت نزدیک 4 ماه خورده ایه که گیمیو بهتون معرفی کردم. کمپانی بزرگ بازیسازی که پشتش هست به کنار، ولی باز هم دارم میگم هنوز فرصت از چند ماهی شاید مونده باشه. من نمیدونم 15 روز، یک ماه، 2 ماه، ولی میدونم مقدار مونده که چون تو قسمت فارم آخرش هستیم و فارم بازی ماشینی داره، میشه مقدار خیلی خوبی ازش ماین کرد. 100% اینو از دست ندید. طریقه بازیش هم خیلی از دوستان اومده بودن گفته بودن که چیکار کنیم، با چند تا اکانت بزنیم و اینکه گفته بودن چجوری مقدار زیادی جمع کنیم. ببینید دوستان، یه قسمت اگه بخوام از پایین بهتون توضیح بدم، قسمت اینوایت داره، یه قسمت اسپین داره، قسمت ماین داره، ارن داره و اون تو قسمت ویدرا اون قسمت توکنی که جمع کردید و تتری که گرفتید. ببینید قسمت ماینش چیه. الان ما رو قسمت ماینش هستیم. قسمت ماینش یه قسمت لول اپ ماشین داره که اصلا اینجوری نیست که شما مثلا 10 تا 15 تا زیر مجموعه بگیرید و ماشینتون تغییر کنه. اینجوریه که شما زیر مجموعه شما باید توی روز حداقل یک بار وارد این بات شده باشه تا برای شما حساب بشه. حالا 24 ساعت تموم شد، 24 ساعت بعدی، پس فعالیت رفرال شما تاثیرگذاره. خیلی از دوستان با چند تا اکانت میزنن. مثلا الان من الان میزنم این اکانت تموم شد، میام اکانت بعدی. اینجوری اگه بزنید یه مدت که توکن جمع کنید بنتون میکنید. دارم بهتون میگم باید مثلا این اکانت رو زدید یه ساعت، نیم ساعت، 20 دقیقه دیگه اکانت بعدیتون رو بزنید چون شناسایی نکنه. من الان مثلا تو 24 ساعت گذشته 6 تا از رفرالم فعالیت داشتن و این ماشینی که الان دادم بهم و ببینید هر چی که فعالیت، من الان مثلا 22 تا رفرال دارم، 5 تاشون فعال بودن تو 24 ساعت گذشته. هر چی لول ماشین بره بالاتر، مثلا 20 تا اکتیو داشته باشم، لامبو بهم میده، لامبورگینی، و ماشینی که مقدار بیشتر، سرعت بیشتری میشه باهاش جمع. طریقه بازی کردنش هم خیلی راحته. رو پلی که ضربه بزنید منتظر میشید و دو تا قسمت داره، چپ و راست. ببینید توکنایی که میده این حالت صورتی ستاره داره و ستاره زردا رو همه رو جمع کنید. زردا توکن شما، توکنی که ماین میکنید محسوب میشن و مهمترن توکن صورتی رنگ هم الان بهتون میگم که جمع کردنش چه کاری داره. وقتی به ماشین هم بخورید هیچ اتفاقی نمیفته، فقط سرعت ماشین کمتر میشه و مقدار کمتر میتونید تو بازه زمانی 60 ثانیه توکن جمع کنید. این از اینکه کلیم کنید. ببینید تو قسمت آپگرید فور توکن، خب ببینید تو این قسمت من الان مثلا شدم 162. خب یعنی چی؟ یعنی تو هر ساعتی به من 162 تا میده. من خارج بشم یه ساعت، 2 ساعت دیگه سر بزنم، 162 تا خودش برای من خودکار مان کرد. به غیر از این بازی که من میکنم اونم یه بحثش جداست. توکنی که بهمون میده توکن این خروس زرد رنگه و اینجا مقداری که ازش دارید نشون میده، اینجا مقداری که صورت جمع کردید. روی این صورتی مثلا ضربه بزنید، من الان 1610 تا نیاز دارم تا یه آپگرید دیگه انجام بدم و مقدار بیشتری بگیرم تو ساعت. خب اینم از این که همه چیزو گفتم. اینجا بهتون میگه مثلا هر 30 ثانیه این مقدار انرژی بهتون اضافه میشه. شما توی هر یک ساعت میتونید بیاید بازی کنید. حالا میتونید هر یک ساعت بیاد، هر 10 ساعت بیاد، تو روز یک بار بیاد. این بستگی به استراتژیک و زمانی که خودتون دارید میذاره. قسمت رفرال گفتم بهتون رفرال باید فعال باشه، ولی خب اگر هم رفرال فعال نبود مشکلی نداره. چرا؟ مشکلش توی قسمت بازیشه. مشکلی که میگم نداره منبع به این که هر رفرالی که دعوت میکنید 1000 تا از این توکنی که ماین میشه رو بهتون میده. یعنی 1000 تا به شما میده، 500 تا هم به رفیقتون میده و میتونید از این باب هم استفاده کنید. تو قسمت اسپین که خیلی مهمه، ببینید الان وارد میشم بهتون توضیح میدم. تو قسمت اسپین هم روزانه، روز اول یکی تا 6 روز بعدی 2 تا اسپین بهتون رایگان میده. توی قسمت اسپین تیکت میده و الان نکنید به من 100 تا تیکت داد. و تتر شما میزانتون به $10 که رسید، خب ببین طول میکشه تترتون پر بشه، ولی خب من چندین بار برداشت کردم مشکلی نداره. خب شاید 2 ماه طول بکشه، 3 ماه طول بکشه، ولی تعداد اکانتتون زیاد بشه، مثلا 5 تا 6 تا داشته باشید، یه دفعه $60 همینجوری مفت و مجانی بهتون میرسه. شما روزانه دارید وارد میشید برای ماینون، پس میتونید از قسمت تتر هم استفاده کنید. قسمت تیکتی که بهتون میده، تیکت چیه؟ توی قسمت ارن اگه وارد بشید یا قسمت ماین هم بزنید، اینجا یه قسمت داره، قسمت لاتاری. خب شما واردش که میشید میگه مثلا فلان 6 روز زمان هست فلان مقدار تیکت بدید و من الان 6000 تا تیکت دادم و منتظرم آیا برنده بشم یا نه. میزانش هم اینجوری ببین، به نفر اول 700 تا USDT که 100% میدن دوستان، 2 تا 4 50 تا 5 تا 9 10 تا و 10 تا 109 نفر $1 بهشون میرسه. خب پس اینم میتونه شانسی باشه، ولی من الان خودم چندین بار شرکت کردم. فقط بازه زمانی اولی که شرکت میکردم اون اوایل بود، یکی $2 بهم داد، ولی بعدن دیگه هر چی شرکت کردم بهم چیزی تعلق نگرفت. پس بازم
میتونید ازش استفاده کنید چون داره بهتون تیکت میده. خب تیکت ها رو بیارید اینجا استفاده کنید و جای دیگه کاربرد نداره اون تیکت ها. قسمت ویدرا هم بهتون توکنایی که به دست آوردید رو نشون میده. یه جورایی ولتتونه. الان به من میگه مثلا این مقدار وی پی داری، رودمپش هم نگاه کنید ببینید وی پوینت ماینینگ اون اولیش بود که بازه زمانی بود که خیلی کم میداد و الان داره یه مقدار بیشتر میده با قسمت ماینینگ و دو تا قسمت مونده. یه قسمت VAT ریسر یا همون ماین با ماشین که فاینال ماینینگ خودشون گفتن قسمت آخر ماینینگمونه. قسمت بعدیش با اکسچنج ها و صرافی‌ها همکاری کردن و لیست شدن شو. قسمت آخرم که ایردراپشه. با بیت گیت و یکی دو تا صرافی ریز دیگه هم من دیدم، ولی خب مطمئنا صرافی‌های بهتری هم لیست خواهد شد. 100% کانال تلگرامی ما رو حمایت کنید و تو کانال تلگرامی ما عضو باشید. مطمئنا ضرر نمی‌کنید. فعلا یا